از دادا جان عطاوالله بپرسم که وقتی که این گونه ادعا میکنن دلیلشون چی است که بشنویم. یکم من تکیه میکنم با ҳамон اخباره که خودی ҳамсафони رقیبی من گفتند و اونایی که در مرز تاجیکستان بازداشت شدن یا بردند یا اینا. دویوم یک مثال کوچک، یک زنید به سامانا به سایت تسنیم که به سپاه پاسدارانی ایران تعلق دارد و در همون جا رسمی نوشته شده است که مقصد ما تشکیل سازماندهی انقلاب اسلامی در گوشه های گوناگون دنیا. اکنون ببینید اگر امروز این ساعت آنها سراسیموار شتابان کور نکنند، حذف نکنند این صحیفه ها را، قریب تمام یاران کبیری از پیمان ملی از نهضت اسلامی تاجیکستان مهمان دائمی این سامانه هستند. گویا که منبری همین تصنیم گویا منبری نهضت است. این هم بهترین نشان داده است. باز یک بار دیگر تکرار میکنم، مخالف یکم عقیدوی، انتخاب راه، فلسفه، جهانبینی، هر چیزی که پیمان ملی و نهضت، اصلا پیمان ملی چی است؟ این یک ستال و ستول و در و دیوار برای آرایش نهضت است، دیگه هیچ. پس راه شما چی است؟ در همین عین همین حالت سوال به میان میاد به طور طبیعی که پس راه شما چی است؟ راه اونها چی بوده است؟ راه اونها این بازگشت به عصر پیشین، بازگشت به شعارهایی که بر وقت گوی نفتالین میکنند و کهنه شدند و مهم از همه مستقل نیستند. برای ما فرقش نه که یک قوه سیاسی مثلا واشنگتن دستگیری میکند یا که تهران دستگیری میکند یا نمیدونم مسکو یا کشور دیگری.